قاعده 13 است که دلایل وجود خالق متعال در قرآن عظیم الشان ما و شما بدانیم. خب وقتی سر دلایل وجود الله میایم، ما و شما مسلمان ها عقیده داریم که الله متعال بر ما و شما چند نعمت داده. چند نعمت الله بر ما داده؟ اول نعمت وحی است که الله متعال بر ما قرآن و سنت فرستاده. قرآن وحی جلی هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی هستن؟ وحی خفی هستن. پس الله متعال بر ما و شما یک نعمت وحی را داده، دیگه نعمت علم داده. این نعمت دومی هست. سومی نعمتی که الله بر ما و شما داده نعمت عقل است. و چهارمی نعمتی که الله متعال بر ما و شما داده نعمت حس است. متوجه شدین؟ و پنجمی نعمت قلب است. بس این کلش نعمت های الله هست. این نعمت ها چی کمال دارن؟ این نعمت ها هر کدامش دلیلی بر ما و شما میته به وجود خالق متعال. مثلا اول دلایل وجود خالق متعال به اساس نعمت قرآن عظیم الشان، نعمت وحی بفهمیم. در قرآن عظیم الشان الله متعال بر ما و شما دلیل میته به وجود خود. الله متعال می فرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ای مردم شما عبادت کنین، او ذات را عبادت بکنین، ربتانه، او پروردگارتان عبادت بکنین که خلقکم، شما را خلق کرده. پس این دلیل است که الله متعال ذات موجود است و خالق ما و شما هست. پس خلق کننده ما و خلق کننده خلقکم والذین من قبلکم، و کسانی که چی است؟ قبل از شما بوده. لعلکم تتقون. امی خالق متعال موجود دلایل به وجود چی میگه؟ الذی جعل لكم الارض فراشا. امی زمینه که دانشمندا میگن که ای بیضوی هست یا کروی هست یا کروی غیر منظم است، لکن برای شما مثل فرش و هموار شده، هیچ امی کروی بودن از احساس نمیکنین. این کی خلق کرده برای شما؟ و السماء بناء. این آسمان مانند سقف شما میبینین. تابال مخلوقات هنوز نتونسته که تمام آنچه که در فضای ما و شما وجود داره تابال کلش کشف کنن. یعنی تا قسمت رسیدن و هر روز اکتشافات جدید شده میره. پس او خالقی که چی کرده و آسمان هم مثل سقف خلق کرده، کی میتونه این کار بکنه؟ انسان ها تابال کسی آسمان پیدا کرده نتونسته، کره زمین جور کرده نمیتونه. پس خالق از اینا کی هست؟ اونمون ذات است که یاره شما میبینین. پس این دلیل است که خالق بزرگوار است که او را خلق کرده. پس الله سبحانه و تعالی وجود خدا در قرآن عظیم الشان بیان میکنه که اونمو خالقتان کسی است که زمین فرش کرده و آسمان بنا. و انزل من السماء ماء. و از آسمان آب نازل میکنه که ابرها را خلق کرده و از او طریق همتو آب میاد. فاخرج من الثمرات رزقا لكم. پس از میوه های مختلف بر شما چی میاره؟ رزق. شما ببینید که در یک درختی که انسان وقتی که توجه بکنه، این کلش دلایل از قرآن بر ما و شما میگه که این دلایل از به وجود خالق متعال. سعدی چی میگه؟ میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. یعنی هر برگ که ببینین این دلالت به معرفت خالق میکنه. و وقتی که میوه را شما سل میکنم، سبحان الله، یک درخت است، میوهش چی هسته؟ میوه از این درخت سعی کنین شیرین است. اما وقتی که ببینین که این میوه شیرین درخت از یک درختی که چوبش اگر بجوی تلخ است، این درخت چوبش چی هسته؟ تلخ است. یا مثلا برگش ببینیم مزهش بی مزه هست. یا چیزایی که در بین از استفاده میشه، این کلش مثلا در زیر درخت که انداخته میشه، بسیاری وقتا گندگی ها و ترا انداخته میشه. ولی خالق متعال بر ما و شما زمینه که اگر خاک بخوری بدمزه هست، دارند که پرتی، لکن از اونمو گل بدمزه، از اونمو درخت بدمزه، از اینمی خاک و از اونمو کود کیمیاوی و کود انسانی و ترا بالاخره چی میشه؟ یک میوه خالق متعال از او خلق میکنه. پس الله متعال دلایل وجود خدا بر ما بیان میکنه که الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله اندادا، پس شما به الله شریکانی را ایجاد نکنین و انتم تعلمون، در حالی که شما علم دارین. ببینین از علمتان استفاده بکنین، از علوم ساینسی استفاده بکنین. از همین خاطر است که بسیاری از دانشمندای ساینس وقتی که در مخلوقات الله فکر میکنن مسلمان میشن. یعنی بسیاری وقتا علمای ساینس هستن که چی میشن؟ مسلمان میشه. یک عالم ساینس یک از چکسلواکی است، این مقصه همون مسلمان شدنش خودش گفت من چرا مسلمان شدم؟ گفت من در منطقه پیدا شده بودم که چک میگن، جمهوری چک حالا میگن، سابق چکسلواکی ها میگفتن حالا جدا شده، چک علایده شدن، سلواکش علایده شدن. گفت من در منطقه چک زندگی میکردم و اونجا گفت چون تابع اتحاد شوروی سابق بود، این منطقه کاملا ملحدین بودن دیگه. از همین اول ما را از طفولیت و جوانی ما را تربیت کرده بودن به الحاد که العیاذ بالله خالق وجود نداره، این دنیای نمی قسم تصادفی آمده و تصادفی کل چیز برابر شده و بالاخره کل ما و شما چی هست؟ نمت تصادفی آمدیم و بالاخره طبیعت ما را پیدا کرده و پس میموریم و خلاص میشیم. میگه یک وقتی که من دانش ساینسیم پیشرفت کرد و دیدم که به طبیعت نظر کردم، به وجود خود نظر کردم، این ساختمان کهکشان ها و سیارات دیدم، بالاخره میگم من متوجه شدم که نه، ساینس برای من گفت. من هیچ عالم دینی رو ندیده بودم، هیچ کتاب دینی رو نخوانده بودم. از نگاه ساینسی میگه قناعت حاصل شد که این کائنات با این ساختمان دقیقی که داره، با این ترتیب و تنظیمی که داره، این خالق داره، هیچ امکان نداره که این خالق نداشته باشه. پس من از طریق ساینس به وجود خالق متعال عقیده کردم. هنوزم میگه من کدام عالم دینی رو ندیدم. باز برام سوال پیدا شد، خب این خالقی که عالم هستی رو پیدا کرده یک خالق است یا چندین خالق است؟ باز میگه ساینس برای من دلیل داد. وقتی که پس مراجعه کردم با دلایل ساینسی، میگه وقتی دیدم که بین معده ما و بین یک میوه یک تناسب وجود داره، این برای من قناعت داد که خالق معده ما و خالق از این میوه ذات یگانه هست. وقتی دیدم بین زمین، کره زمین و بین آفتاب، این آفتابی که بسیار که سرازی تحقیق کردیم که این مثلا چقدر انرژی تولید میکنه و باید با این قوت خود در بته زمینه، لکن با زمین سازش میکنه و بر زمین و با کسایی که در زمین زندگی میکنه به اندازه ضرورتشان انرژی میته، اینا را کلشان را هلاک نمیکنه. پس گفت اینجا ما فهمیدم که خالق آفتاب و خالق زمین یک خالق است. چرا اگر خالق آفتاب دیگه کس می بود و خالق زمین کسی دیگه می بود، او میگفت من را به زمین تو چی؟ من در درجه حرارت اینقدر میکنم که در بگیره تو زمین تقمش بخور. پس گفت اینجا مشکل بر انسان ها پیدا میشد. و وقتی که سیارات ما میبینم که کلشان بسیار منظم در حرکت هستند، گفت بالاخره این کل ازی بر ما دلیل شد تناسب بین اشیاء مختلف در عالم هستی. این برای من کلش دلیل شد که چی از خالق وجود داره و این خالق ذات یگانه هست. پس میگه من بالاخره باز پسان آمدم قرآن خواندم و کتابای دیگر خواندم، باز قناعت حاصل شد که اینمی خالق که من در جستجویش هستم، این قرآن برای ما بیان کرده. خالق ذات قوی، ذات با عظمت، خالقی که آسمان ها و زمین خلق کرده، خالقی که تمام کائنات خلق کرده.